بنابراین خودتون فکر کنید که 70,000 گکتار رو در حالت خوبی تری نگاه داشتن این کار به نهایت دشوار میباشد. بنابراین دویم از خود دوره انتخاب خود همین قطعه باید سر کرده زهرآلود کنی تخمی، آبمانی و نوری اندازی و نگاهبین و در انبارها نگاه داشتن و جدا کردن برای تخمی سال آینده، اینا همش وظیفه‌های اساسی میباشند که برای به نقصان و حاصل بلند رویاندن حاصل کارتوشکا یعنی مساعدت میکنه. سال جاری گرچند که بودارها نامساعد آمده باشد، پیشگیری از ضررسان‌ها بر باغ و تاک‌زارها زیاده از 5-6 مراتبه کارکرد شیمیایی گذراندیم. هم پستیسیدها استفاده بردیم، هم فونگیسیدها و ضد کسل‌ها استفاده برده استادیم. این باعث آن می‌گردد که ما در نتیجه استفاده بری درست این پستیسیدها ما می‌توانیم هم حاصل بصفت هم دلخواه ضد حشرات‌ها خصوصا با کویای پامیدور کاراگن هستای ابامکتین همین نورای شیمیایی رو ما استفاده می‌بریم. با رعایت کردن همه اگروتکنیکای پرورش با ما امکان می‌دهد که حاصل خوب و دلخواه به دست آوریم. با اصول بیولوژی میباشد. این اصول حشرات‌های مثل انتوموفاگ‌ها هستند. همون آورده ما سر می‌تیم حشرات ضرررسان کم می‌کند. برای به دست آوردن محصولات تر و تازه یعنی از جهت اکولوژی تازه ما باید بسیارتر نورهای ارگانیک استفاده بریم و با اصول بیولوژی ما کار کرده توانیم. با همین اصول ما محصولات از جهت اکولوژی تازه میگیریم. در جمهوری تاجیکستان به ساحه سبزیجاتکاری دقت مخصوص ظاهر می‌کنند و آنها را در شرایط گرمخانه، زمین‌های گشاد و قطعه‌های نزد حولگی پرورش نموده در برابر قانع‌سازی طلبات قناعت بازار استعمالی را تامین می‌سازند. پرورش سبزیجات در شرایط گرمخانه امکان می‌دهد مردم در تمام فصل سال با محصولات تر و تازه تامین گردد. مقصد اساسی خواجگیداران در سمت سبزیجاتکاری به دست آوردن حاصل خوب است. برای به دست آوردن حاصل خوش صفت پیش از همه خواجگیداران به منطقه، نوع و صفت تخمی آن اهمیت مخصوص ظاهر می نمایند، زیرا با به اینابت گرفتن قاعده های خاصی پرورش و اندیشیدن چاره های مبارزه بر ضد کسلی و ضرررسان می توان حاصل دلخواه و باصفت. کاغذهای مثال زرد هستند در وی شیرش یک شکیدگی هستند. مثال کاغذ زرد بر ضد مثال سفید بالغ رو پیشگیری میکند. همین حشرات‌های بالغ رو جلب میکند در عمق میچسبد. همین اصول ها رو بسیار استفاده بردن در کار. یعنی با بر ضد من کویای پامیدور کاغذهای سیاه هست، بر ضد تریپس و کاغذهای کبوت هست. هر یک نمود حشرات همون رنگ رو انتخاب میکند. همون کاغذهای رنگ رو ما میچسبونیم. بسیارتر به همین اهمیت دادن در کار. نورهای شیمیایی رو یا که مینرالی رو کمتر استفاده بردن در کار. اگر ما از این کاغذها بسیارتر استفاده بریم با یا نوری ارگانیک استفاده بریم از جهت اکولوژی ما محصولات تازه میگیریم. غیر از این در گرمخانه اما ترزای گرمخانه دا تور کشیدن در کار. همین حشرات ها درون نداره. همین کارهای اهمیت دادن در کار. هرچند میدان کشت کارتوشکا سال تا سال زیاد کرده شود هم اساس نوکی آن متخصصان ساحه چندان قناعتمند نیستند. در این زمینه کارشناسان پیشنهاد میکنند که در برابر زیاد کردن میدان کشت باید در بلند برداشتن حاصل نوکی نیز چاره اندیشی کرده شود. برای خوب نشأ و نما یافتن کارتوشکا و تامین فراوان حاصل نمی بلند خاک، روشنایی و اندیشیدن چاره‌های مبارزه خیلی ضرور است. اگر در یک هکتار از 50 تا 70,000 رستنی باشد همه را ما هر روز کشوده دیده بود زیر خاک کردن نمیتونیم. برای همین باید در زیر نظارت متخصص باشد که از منم شکل های بیرونش یعنی از شکل های منم پیدا شوی داغ ها و دیگر علامت های کسلی یا که پیدا شوی خود همه حشرات هایی که در
барг тана пайдо мешаванд, бояд дар зери назорати мутахассис бошад ки сари вақт андешидани чораҳои манам агротехникӣ муҳофизатӣ, яъне дуруст ба роҳ мондани муҳофизати интегратсионӣ, яъне интегратсиони якҷоя бояд муштарак ҳамаи омилҳо, ҳамаи ҳамон ва ё ҳимояи наботот бояд дар якҷоягӣ истифода бурда шаванд, чи физикӣ, чи химиявӣ, чи биологӣ ва чи микробиологӣ бояд ҳамаи ҳамин дуруст ба роҳ монда шавад ки чӣ хеле гуфтем барои бенуқсон рӯёндани ҳосили манамон бо заҳмат парвариш кардаи деҳқонот. риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ дар майдони картошка яке аз роҳҳои пешгирӣ намудани он аз касаливу зараррасонҳо мебошад. чунки дар сурати риоя накардани қоидаҳои агротехникӣ ба хусус додани ғизо, об ва коркарди пеш аз кишти тухмӣ яке аз сабабҳои асосии пайдоиши касаливу ҳашаротҳо дар майдон ба ҳисоб меравад. вале мисол дар минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурии тоҷикистон ки давраи нашви асосии картошка рафта истодааст, деҳқонро мебояд ки меъёри обмонӣ ва ғизодиҳиро дар майдон бояд риоя кунад. яке аз сабабҳои пайдоиши касалии қутурак дар картошка аз меъёр зиёд истифода бурдани нуриҳои азотӣ аст. бояд ҳатман меъёри муайяншуда дар майдони картошка риоя карда шавад. меъёре ки аз тарафи олимон мутахассисон муқаррар карда шудагӣ аст, бояд меъёри асосии он 120-140 килограмм ҳамчун моддаи таъсирбахш дар майдон дода шавад. пахта низ аз зумраи зироате мебошад ки дар давраи парвариш бештар аз касаливу зараррасон осеб мебинад. барои ба даст овардани ҳосили хубу фаровон дар баробари риояи корҳои агротехникӣ андешидани чораҳои муҳофизатӣ нақши муҳим дорад, зеро ба даст овардани ҳосили ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ имкон медиҳад ки на танҳо корхонаҳои саноатӣ ба ашёи хом таъмин карда шавад, ҳамзамон иқтидори содиротии мамлакат зиёд мегардад. ҳар як зархимкат ба худ меъёри сарф дорад, меъёри истифодабарӣ дорад. масалан дар як гектар метавонем мо аз препарати B50 дар як гектар дар пахтазор 1 то 1.5 литр истифода барем. агар нурелде бошад дар як гектар 1 литр истифода бурда мешавад барои пешгирӣ намудани ҳашаротҳои зараррасон, барои пешгирӣ назоратҳои инсонӣ. агар мо меъёри инро зиёд мекунем, яки меъёри сарфро зиёд намекунем, метавонад ҳосили дилхоҳ рӯёнда наметавонем, ҳосили мо талаф меёбад. ҳангоми аз меъёри зиёд истифода бурдани зархимкатҳо, пестисидҳо, инсектисидҳо ва гербисидҳо метавонад ки мо як миқдор таркиби моддаҳои ғизоии хокро гум намоем. аз ин лиҳоз чунин тавсия дода мешавад ки ба ҳангоми истифода бурдани зархимкатҳо, пестисидҳо, инсектисидҳо, гербисидҳо асосан меъёри сарфи зархимкатҳоро ба инобат гирем. дар ҳозира вақт бошад асосан трихограмма барои ҳамон ҳашароти кирми ғӯза мегӯем, аз ҳама ҳашароти ҳамин зараровар барои пахта ба ҳисоб меравад. ҳозираш ба ҳамин трихограммаи корфарамда истоданд барои нобуд сохтани ҳамин тухми кирми ғӯза истифода мебаранд. баъд аз он ҳозир мана аз сабаби онҳое ки баъзи рӯзҳои гармии тобистон ҳозир камтар салқинӣ фаромад, ҳавоба ҳамин акнун афзоиши кирми ғӯза дар назар аст ё ҳозир ҳамин афзоиш ёфта истодааст ҳамин чиз. барои ҳамин дар ин биолаборатория истеҳсоли габрабракон ба роҳ монда шудааст ки имрӯзҳо ҳамин хоҷагоҳи деҳқонӣ аз ҳамин маводҳои биологӣ аз он ҷумла габрабракон бисёр истифода бурда истоданд. тоҷикистон кишвари офтобӣ аст, бо обу хоки ҳосилхез ва ҳарорати мувофиқ барои рӯёнидани то 3 ҳосил дар як сол имконпазир аст. аммо гармии аз ҳад зиёди ҳаво метавонад ба нашъу намои зироатҳо таъсири манфии худро расонад. барои пешгирӣ ва ҳифз намудани зироатҳо аз талафёбӣ чӣ бояд кард? мутахассисон иброз медоранд ки дар баробари обмонӣ додани нуриҳои минералӣ нест кардани алафҳои бегунаро низ фаромӯш набояд кард. вобаста ба шароити минтақа дар майдони кишт дар давраи гулкунӣ, яъне 5-6 рӯз пас бояд як маротиба дар майдон об монда шавад. агар
آب از معیار زیاد مونده شود باعث پیدایش کسلی‌های زنبورقی و اوج گرفتن آنها در میدان می‌گردد و این چنین یعنی میتواند زراعت کارتشکا به پوسش ریشه آورده رساند و حتما خواجگیداران و دهقانان معیار معین آبمانی را در میدان رعایت کنند چون که منطقه کوهی جمهوری یکی از منطقه‌های اساسی کارتشکا پروری در جمهوری هم برای تامین امنیت غذایی هم یعنی استحصال تخمی به حساب می‌روند. با تحلیل متخصصان شرایط طبیعی جمهوری تاجیکستان برای انکشاف حشرات ضرررسان تا یک اندازه موافق است. زیاد نمودن حجم استحصال میوه و بهتر نمودن صفت محصولات که به طلبات اقتصاد بازارگانی جوابگو باشد به چاره‌های محافظتی بر ضد حشرات ضرررسان و کسلی باغ و تاکزار امکان ناپذیر است. از این رو عالمان ساحه مصلحت می‌دهند که کشاورزان باید برای گرفتن حاصل باصفت و دلخواه تدبیرهای سریع وقتی اندیشند. جمهوری تاجیکستان دارای امکانات‌های وسیع استحصال و کارکرد محصولات کشاورزی میباشد. در صورت عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌های استحصالی ساحه می‌توانیم بازار داخلی را با ذرت‌های غله‌دانگی، میوه سبزیجات و دیگر مواد آذوقه تامین نمود. از زمین‌های آبیاری شونده گرفتن 2-3 حاصل از جهت اقتصادی منفعتناک بوده امکانات صادراتی مملکت را افزود می‌نماید. از 6 تا 14 август اقدامی زور در مرکز سودای اورق ماشینه جامشویی کاندیسیونر مبل و دیگر ماها رو به پیش پرداخت و به کمیسیه تا 18 ماه و نسیه بخره. مفصل در سایت اقدام.alif.tj یا به رقم 900 زنگ زنید. احساس گوارا را از نوشیدن کالا سویتسکی نمیشود با سخن بیان کرد. آن به هر کس تأثیری جداگانه داشته لذت فرق کننده می بخشد. پاره های یخ و نوشابه آرام بخش می توان این به هم آمدن را با یک عبارت تصویر کرد: کولا سویتسکی مزه دار. تو کدام کوکاکولا انتخاب میکنید؟ کوکاکولا کلاسیک یا کوکاکولا بی‌شکر؟ نسل دکوریشن اظهاری نازکی خاص. آب هم مثل که جان زنده است. محبت را احساس می کند. مناسبت را درک می سازد. وقتی احترام و توجه اسرار نهفته خود را می کشاید و فرح می فزاید. سانت مینرالز، آب با محبت دسترس شده. متخصصانی با تجربه چینایی شما را برای معالجه بیماری‌های گوناگون به شفاخانه طبابت چینی دعوت می‌کنند. در مرکز برای معالجه بیماری‌های درد بخم‌های تمامی بدن، ستون نقره گردن، فلج شوی دست و پای، نمودهای گوناگون ارترید، استئونکروز، ویتیلیگو، پسوریاز، اکزیما، آلرژی، دانچه در روی، مریضی‌های مردان از جمله پروستاتا، نامکمل کار کردن معده سر، خاطره ضعیف، بیدارخوابی، اضطراب، جوهر، ورمشوی غدود سپرشکل، دیابت قند، فشار بلندی، حالت بدی انسولتی، برانخیت، آستما، رینیت، گایماریت، بیماری‌های معده، گاستروانتریت، ورم روده،
диарея ва мисли инҳо шароит фароҳам оварда шудааст. инҷо бемориҳои мардона бо усули чинӣ ва тавассути гиёҳҳои шифобахш табобат карда мешаванд. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳотии 50 назди маркази ташхису табобат диагностика. телефон барои тамос 88 111 1441. шумо ки ҳастед? байторҳо ба назди паланг омадем. киткат сенсес аз танаффус ҳаст киткат. ташнаги шикам, ҳаловат бахш, нерӯ барои соатҳои тӯлонӣ. лимонади советский бо рангу маззаи дилкаш. акнун бо таъми лайм, лимӯ ва афлесон. бешвоз гиред, таровати бештар дар ҳаҷми нав. ҳамеша дар бурд бош. ҳадафҳои бузургро пеш гузор. ҳар рӯз нерӯи зиёдро сарф намо. ва рӯзе ту баланд парвоз намуда ба орзуят мерасӣ. Flash Up Energy дорои сатҳи ҷадид. иқдоми зӯр дар маркази савдои техникии волна. молҳоро бе пешпардохт ва бе комиссия то 18 моҳ ба насия бихаред. муфассал дар сайти иқдом.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед. муҳимияти ваксинагузаронӣ, риояи беҳдошти шахсиву ҷамъиятӣ ва истифодаи ниқоб барои ҳифзи саломатӣ аз COVID-19. он афроде ки аз раванди ваксинакунонӣ гузаштаанд солим ҳастанд. ба саломатӣ ягон зарар надорад. пешгирии беморӣ беҳ аз табобат. мо масъулияти ҷамъиятӣ пайдо мекунем. ин вирус аз байн меравад ва маҳв мегардад. ҳангомаву андешаҳои беасос атрофи ваксинаҳо. ин одамо аз куҷо мегӯянд ҳамин гапҳоро? аз чӣ хел таълим мекунанд? барои ман махсусан як ҳамчун мутахассис рӯшан аст. нафароне ки чунин ҳангома месозанд, ин нафароне ки чунин ихтилоф меангезанд, инҳо ба ҷуз мақсадҳои шахсию инфиродию гурӯҳӣ дигар чизе надоранд. ҳадафҳои гурӯҳҳои бадхоҳ доир ба сиёсикунонии ваксина. барои пас задани эътибори ваксинаҳои муайян иқдомҳои зиёдеро рӯи даст гирифт. ин ваксина аз ҷониби олимон, мутахассисони бисёр варзидаи сатҳи ҷаҳонӣ амиқ омӯхта шудааст. ҳама ҷониба он таҷриба гузаронида шудааст. ахборота аз ин ахборот ҷудо карда тавонем. мо бояд ки ба сухани мутахассис аст, як дониши муайян дорад нисбати ҳамин чиз гӯш диҳем. солимии миллат асоси рушду пешрафт ва устувории давлат. агар ки инсон дар фикри саломатӣ бошаду дар фикри саломатии хештавору аҳлу оилашон бошад вай ҳатман бояд ин ваксинаро гирад. кафили ҳифзи саломатии ҳар яки мо аз COVID-19 гузаронидани ваксина, риояи беҳдошти шахсиву ҷамъиятӣ ва истифодаи ниқоб мебошад. бо ин роҳ саломатии худро ҳифз намоеду дар роҳи мубориза бо COVID-19 саҳми назарраси худро гузоред.
در دایره سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت مملکت طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی در مرکز و دهات ناحیه کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد تا سطح و صفت زندگی مردم بهتر گردانیده شود. سلام بینندگان گرامی، برنامه اقتصاد را منظور شما می‌گردانیم. پیوسته اندیشیدن تدبیرها جهت تأمین اجرای دستور و سپارش‌های راهبر دولت و حکومت مملکت در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی وسعت سازندگی‌ها را در ناحیه عینی تأمین نموده است. در اساس نقشه تصدیق گردیده کارهای آبادانی و بنیادکاری به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی در حدود ناحیه تا امروز 469 انشاءات و بیناها کارهای ساختمان و تجدید به اتمام رسیده است. در نظر داشته شده است که در آینده نیز در ناحیه عینی با مقصدی ریواج دادن ساحه صنعت کارها به انجام رسانیده از امکانیت هایی که امروز خصوصا در ساحه کارکردی کوهی کارخانه های صنعتی که با استحصال متال های قیمت بها کار میکنند کارها ادامه داده شود و با این مقصد برای فراهم آوردن شرایط زندگی و زیاد نمودن جایهای کاری مهیا کرده شود. از جانب حکومت مملکت در دوران صاحب استقلالی جهت رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه‌های دوردست کوهستان منتظم غمخواری ظاهر گردیده. از جمله برای ناحیه عینی از حساب همه سرچشمه‌ها زیاده از 4.1 میلیارد سومانی مبلغ روانه گردیده است. در این دوره در حدود ناحیه زیاده از 20 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری در ساحه‌های گوناگون با مبلغ 2.3 میلیارد سومانی عملی گردیده، حالا تطبیق باز 5 لایحه دیگر ادامه دارد. ساحه صنعت در ناحیه یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک به حساب رفته توسط رشد آن مهیا نمودن جایهای کاری برای هزارها نفر ساکنان و در این زمینه خیلی بهتر گردیدن نیک و احوالی مردم امکانیتی فراهم موجودند. طبق معلومات آماری در ناحیه 11 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه سال 2021 به 717 میلیون سومانی برابر شده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 23% زیاد می باشد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین دستور سپارش‌های پیشوای ملت امروز در ناحیه عینی کارخانه های کلان بزرگ استفاده داده شدند. از جمله در سال 2020 کارخانه تاکوفلیاری با مبلغ 10 میلیون سومانی با اشتراک پیشوای معظم ملت به استفاده داده شد و هر روز از این کارخانه 100 تا 200 تن فلارید را کارگر میکند و زیاده از 80 تا 120 نفر کارمندان محلی در اینجا کار فعالیت کرده زندگیشون رو پیش میبرند. با استفاده از موجودیت کانهای گوناگون متال‌های رنگه و قیمت‌بها اینچنین انگشت در حدود ناحیه سالهای اخیر برای استخراج و کارکرد آنها یک قطار کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد کرده شده است. واردات اندازها و غنی گرداندن بودجه ناحیه و مملکت و کارخانه‌های خرد کلان صنعتی وابستگی خیلی کلان دارد. 70-80% که به بودجه ناحیه مبلغ‌ها وارد می‌شوند از کارخانه‌های کلان صنعتی که در ناحیه فعالیت می‌کنند وابستگی دارد. در نتیجه دستگیری و غمخوری‌های حکومت مملکت از جمله توسط بنیاد کارخانه‌های بزرگ صنعتی حالا ناحیه عینی به یکی از مرکزهای مهم صنعتی کشور تبدیل یافته از قطار ناحیه‌های سوبونسیونی خارج شده است و به بودجه دولت حصه می‌گذارد.
با دستگیری حکومت کشور ساحه معارف ناحیه عینی متأصل رشد کرده از سال 1991 تا سال 2020 در ناحیه به مبلغ 87 میلیون سومانی 27 مؤسسه نوی تعلیمی و بیناهای علاوگی برای 12,000 خواننده بنیاد گردیده. طبق نقشه سال جاری ساختمان با 3 مؤسسه تعلیمی برای زیاده از 1100 نفر خواننده به مبلغ 23 میلیون سومانی آغاز شده است. با مقصد فراهم آوردن شرایط بهتر و زمانوی تعلیم و آموزش، بنیاد و نوسازی مؤسسه های نوی تعلیمی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و اینچنین صاحبکاران صورت میگیرد. ناحیه شهرستان در زمان صاحب استقلالی با دستگیری و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آباد و زیبا گردیده. با بنیاد انشاءات تعییناتش گوناگون سیمای ناحیه سال از سال زیبا و نظرآور می‌گردد. به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان بنیاد، تعمیر و نوسازی بیش از 135 انشاءات به نقشه گرفته شده است. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت عملی نمودن هدف 4 ملی یعنی صنعتی کنونی با سرعت کشور برای بنیاد و برقرار نمودن انشاءات صنعتی و تقویت بخشیدن به سمت فعالیت در ناحیه شهرستان پیوسته چاره‌جویی کرده می شود. ناحیه شهرستان همقدم استقلال جمهوری تاجیکستان بوده. در دوام استقلالیت یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون در ناحیه شهرستان به ساختمانش به سامان رسانده شده است. از آن جمله ساختمان مؤسسه تعلیمی رقم 6 دهه چشمسار، مؤسسه تعلیمی رقم 5 دهه وحدت، مؤسسه رقم 7 دهه سوخدیان، مؤسسه رقم 9 دهه گلستان و یک قطار مؤسسه تعلیمی با زیاده از 35,000 نفر خوانندگان ساخته به استفاده سپرده شده است. از آن جمله در ساحه تندرستی ساختمان بینای نوی تولدخانه، ساختمان بینای جراحی، ساختمان بینای نوی بچگانه ساخته به استفاده سپرده شده است. علاهیده دسنتی و ضربوی وزارت مدافع جمهوری مهارت عالی خود را نشان دادند که سرور دولت از آن اظهار قناعتمندی کردند. پرزیدنت کشور در خاتمه چاره‌بینی به اسکران و افسران بریگاد مکافات‌های دولتی و تحفه‌های خاطره‌ای سپردند. 1 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مکتب میانه رقم 15 شهر دوشنبه تشریف آوردند. پرزیدنت مملکت آموزگاران و خوانندگان مکتب و در سیمای آنها تمام معلمان و خوانندگان و کارمندان ساحه معارف را به مناسبت آغاز سال نو تحصیل تبریک و مبارکباد نمودند. سرور دولت ضمن سخنرانی بیشتر به مسائل اجتماعی توجه نموده قید کردند که در دوام سالهای دشوار گذشته به راهبریت مملکت میسر شد که زمینه مادی و تکنیکی ساحه معارف، تندرستی و ساحه‌های دیگری مهم را بنیاد نماید. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضرورت اجرای حتمی قانون زبان و آموزش زبان‌های خارجی از جمله زبان‌های روسی و انگلیسی را تاکید کردند. ما جامعه نو دموکراتی و دنیوی می‌سازیم. در چنین جامعه باید آدمانی صاحب معلومات، دانشمند زندگی کنند. 8 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توسط تلویزیون تمام ساکنان جمهوری را
به مناسبت 9 سالگی روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک کردند. از جمله سرور دولت قید کردند که با گذشت 1000 سال بعد از سامانیان بزرگ در خریطه سیاسی جهان دولت نوی ملی با نام جمهوری تاجیکستان ارزی وجود کرد که حالا 9 سالگی استقلال آن را جشن میگیریم. استقلالیت نعمتی بی‌بها و نهایت پر ارزش است که خلق تاجیک را صاحب کامل حقوق سرنوشت خویش نمود و جامعه ما همچون دولت دموکراتی بر روند عمومی تاریخ اهل بشر وارد گردید. یادآور شدند سرور دولت. واقعا 9 سال استقلال به تاریخ ملت قدیمه تاجیک و دولتداری تاجیکان همچون دوره تلاش و خودشناسی، بالاروی به سابقه احساس گرم خودآگاهی و افتخار ملی، خلاصه یک مرحله تام پیشرفتی وطنمان داخل می گردد. استقلال دوره مهنت سازنده و اثبات صداقت هر یک ما به وطن اجدادی، سرزمین باستانی و افتخار ملی می باشد. دولت جوان تاجیک از روزهای نخستین تأسیس یابیش اساسهای ساختار کیهانی و اداره کنی را در شرایط نو تنظیم نموده بنیاد جامعه عدالت پرور را وظیفه خود قرار داد و برای یگانگی خلق تاجیک و تأمین یک پارچگی سرزمینمان سعی و کوشش زیاده کرد. ضمن تلاش‌های پی در پی خلق تاجیکستان صاحب اختیاری، استقلالیت و تمامیت ارضی مملکت تأمین گردید و کشور ما در عرصه بین المللی همچون دولت کامل حقوق و صاحب اختیار شناخته شد. هر سال ضمن جشن روز استقلالیت ما به گذشته نچندان دور نظر انداخته بار دیگر راه طی کرده خود برد و باخت‌های خویش را تحلیل می سازیم و برای آینده خلاصه می براریم. روزهای 6 و 11 سپتامبر به مناسبت سالگرد 9 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نام سران دولت و حکومت‌های جهان، راهبران سازمان‌های بین الخلقی و منطقوی، خادمان مشهور دولتی و جمعیتی و نفران علاقه برخیه‌های شادباشی رسیدند. از جمله سرور دولت تاجیکستان را به مناسبت جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری مردمی چین سزیان سزیمین، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ویلیام جفرسون کلینتون، پرزیدنت جمهوری ازبکستان اسلام کریموف، پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، پرزیدنت ترکمنستان سفرمراد نیازوف، پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت گرجستان ادوارد شوردنادزه، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سعید محمد خاتمی، پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان محمد رفیق ترار، پرزیدنت جمهوری ترکیه احمد نژاد سزار و دیگران تبریک نمودند. در برقیه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین چنین آمده است: سال روان در تاجیکستان صلح برقرار و وضعیت معتدل گردید. این بی‌شبهه نتیجه راه پیش گرفته راهبریت مملکت در بابت رفع اختلافات میان تاجیکان می باشد. روسیه برای نتیجه مثبت دادن جریان استقرار صلح همه‌جانبه کوشش به خرج داد. ما من بعد نیز در بابت بنیاد حیات آسایشته در دوره بعد جنگی به تاجیکستان به ما دوست همه‌جانبه کمک خواهیم کرد. امینم که مناسبت‌های اتفاقچی روسیه و تاجیکستان من بعد هم برای قانع گردانیدن منفعت‌های کلی خلق هاست و تامین امنیت منطقوی و بین الخلقی رونق و رواج بیابد. مؤلفان برخیه‌ها به خلق تاجیک صلح و آسایش آرزو کرده در بنیاد جامعه دموکراتی و دنیوی کامیابی‌ها آرزو کردند. کافی آنان ملاقات و صحبت پرمحتوای و صمیمی‌اش را با محترم امام علی رحمان یادآور شده در نامش از جمله نگاشته است: اعلی حضرت، با قناعتمندی کامل شما حکومت و خلق جمهوری را به مناسبت روز استقلالیت شادباش میگویم و در 1000 ساله نو بهبودی و کامیابی آرزو میکنم. بسیاری ما خوش و خرم
به عصر 21 قدم می‌گذاریم. در سازمان ملل مبارزه برای استقرار صلح تمام جهان کاری همه‌روزه گردیده است. صلح مقصد عمومی ما می باشد. با فردا نظر دوخته نباید فراموش کنیم که ما باید نه فقط برای استقرار صلح بلکه همچنین ریشه‌کن کردن گرسنگی، قشاقی و بیماری همکاری میکنیم. غیر از این برای تامین صلح پایدار ما باید در زمینه عدالت، دموکراسی و قانون جامعه بنیاد نماییم. به خاطر نسل‌های آینده ما باید تمام قوامان را به کار بریم که 1000 ساله نو مرحله صلح سرتاسری گردد. در راه اجرای این وظیفه به ما درک آن چیز نیرو می‌بخشد که به دستگیری تاجیکستان امید بسته می‌توانیم. اعلی حضرت احترام عالی مرا قبول فرمایید. کافی آنن. 12 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر اوراتپا حاضر استرافشن ولایت سوغد سفر کاری انجام دادند. سرور دولت با نمایندگان اهل جامعه ملاقات کرده از مسئله های مبرم حیات سیاسی و معنوی مملکت و ولایت آمادگی و 10مین سالگرد استقلال جمهوری، اصلاحات اقتصادی و بهتر نمودن وضع سرمایه گذاری، عملی گردانیدن تدبیرهای آمادگی به جشن 2500 سالگی شهر استرافشن سخن راندند. پرزیدنت کشور به گروه زحمتکشان ولایت سوغد مکافات‌های دولتی سپاریدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین در مراسم مورد بهره برداری قرار دادن کارخانه مشترک آبی زلال اشتراک نمودند. 13 و 14 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه‌های وادی رشت سفر کاری انجام دادند. 13 سپتامبر سفر کاری سرور دولت از خواجگی لخش ناحیه جرگتال حاضر لخش آغاز یافت. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در خواجگی لخش به شرایط تعلیم و تربیت در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 12 به نام علی شیرنوایی توجه ظاهر کردند. ضمن بازدید بواسطه با خوانندگان ملاقات نموده آنها را به خوانش خوب و اعلی هدایت کردند و با هیئت آموزگاران، طالب علمان و پدر و مادران آنها صحبت انجام دادند. سپس سرور دولت به خواجگی قزلسو رفته با جریان کارهای صحرایی شناس شدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مهارت و مدنیت بلند زمینداری و شرطهای مهم خواجگیداری بهای بلند داده زحمتکشان خواجگی را به پرورش نوهای نوی محصولات کشاورزی راهنمون ساختند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر به افتتاح کمبینت خدمتی معیشی نوریه اساس گذاشتند و ضمن شناسایی با مؤسسه اعتبار مسئولین را به بلند برداشتن درجه خدمت رسانی با استفاده از تکنولوژی‌های پیشقدم جلب نمودند. نتیجه بازدید و شناسایی با بخش‌های گوناگون خواجگی خلق در واخوری با نمایندگان طبقه‌های مختلف ناحیه جنبست گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در وضعیت با تنتنه به گروه کلان اهل زحمت ناحیه برای خدمت‌های شایسته مکافات‌های دولتی سپاریدند. 13 سپتامبر بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه تاجیک‌آباد ادامه یافت. سرور دولت اولا از بیمارخانه منطقوی جماعت نوشار دیدن کردند. در جریان ملاقات با طبیبان در بابت براه ماندن اصولهای پیشقدمی معالجه بیماران، تربیه متخصصان از حساب کادرهای بالیاقت محلی، در حالت خوب نگاه داشتن تجهیزات و لوازمات کاری و تامین داروواری مصلحت‌های سودمند دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با آغاز فعالیت بازار سامانیان در مرکز ناحیه زمینه گذاشتند. در میدان مرکزی ناحیه ملاقات سرور دولت با ساکنان دایر گردید که در آن پهلوهای مختلف حیات جامعه مورد بررسی قرار گرفت. 13 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه غرم حاضر رشت رفته در میدان مرکزی ناحیه با هزاران نفر نماینده اهل جامعه این محل واخوری انجام دادند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اشتراکچیان واخوری را با سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی دولت شناس نموده قید کردند که حکومت جمهوری جهت احیای مناطق کوهستان
چاره و تدبیرهای عملی میاندیشد. سرور دولت با طرز تعلیم و تربیت در پرورشگاه ناحیه رشت شناس گردیدند. هنگام صحبت با تربیت گیرندگان و مربیان، پرزیدنت مملکت قید نمودند که بچگان همیشه با غمخواری همه‌جانبه فرا گرفته میشوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جریان بازدید به فعالیت خواجگی دهقانی نعیمی توجه کردند. هنگام واخوری با ساکنان دهه نوده، سرور دولت اظهار داشتند که حکومت جمهوری تمام چاره‌ها را می‌اندیشد تا عاقبت‌های آفت طبیعی پورا برطرف کرده شود. در خانه مدنیت ناحیه با اشتراک پرزیدنت مملکت و فعالان ناحیه جمع‌آمد جنبستی دایر گردید. سرور دولت در جریان صحبت دقت اشتراکچیان را بر رواج ساحه معارف و فرهنگ جلب نموده، ضرورت آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی را در شرایط معاصر تأکید داشتند. 14 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه سنگوار با اهل ناحیه واخوری دایر کردند. سرور دولت ابراز داشتند که با شرافت صلح و ثبات در کشور وحدت کامل ملی و فضای بی‌غبار همدیگر فهمی مهیا گردیده است. حکومت جمهوری در ناحیه سنگوار برنامه‌های زیادی اجتماعی و اقتصادی را عملی ساخت که ناحیه در طول تمام سالهای موجودیتش به چنین کامیابی‌ها مشرف نگردیده بود. 7 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر قرغانتپه حاضر باختر با راهبران شهر و ناحیه‌ها و فعالان ولایت ختلان ملاقات نمودند. سرور دولت تاکید کردند که وضع جریان اصلاحات اقتصادی در ولایت ختلان بهبودی را تقاضا می‌نماید. از این رو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طلب کردند که نظام هوسمندگردانی مادی پختکاران و منفیت آنها تغییر داده شود. سرور دولت ابراز داشتند که به مسئله تشکل ذخیره دولتی غله و خوراکواری به طوری باید و شاید اعتبار داده شود و تغییر دادن شکل‌های مالکیت باید بر رشد اقتصادی و بهبودی زندگی اهالی مساعدت کند. پرزیدنت مملکت همچنین به مسائل ساحه معارف کادرهای راهبری کننده دقت داده به وضعیت جمعیتی و سیاسی و اقتصادی مملکت بها دادند. رویداد دیگری مهم در سال 2000 که در پیشرفت اقتصادیات ملی و سیاست پولی و مالی مملکت نقش مؤثر داشت و معاملات برآوردن پول ملی سامانی بود. 26 اکتبر با مقصد به تنظیم درآوردن نظام مالیوی کشور و صاحب پول ملی گردیدن خلق تاجیک، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن پول ملی سامانی امضا گذاشتند. خود همان روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مناسبت اصلاحات پولی در کشور با مراجعت نامه برآمد کردند. در مراجعت نامه از جمله آمده است که در تاریخ نوین خلق تاجیک باز یک صحیفه تازه آغاز می شود. تاجیکستان صاحب نظام نوی پولی می گردد. پول ملی یکی از رکنهای اساسی استقلالیت و در عین زمان یکی از نشانه های مهمترین مستقلیت دولت می باشد. هدف اساسی جاری کردن نظام نوی پولی پیش از همه گسترش اصلاحات اقتصادی، رشد بخش واقعی اقتصادیات و تامین نمودن زندگی آسوده مردم است. پول ملی پایگری و ثروت ملی و آبروی و اعتبار ملت است. بنابراین تامین گردش آزادانه آن، حفظ قرب و قابلیت مبادلوی آن قرض ما در نزد وطن می باشد. آمده است در مراجعت نامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. پیشروی معظم ملت در عموم پیشبرد سیاست اقتصادی از آن جمله سیاست پولی و قرضی، تامین فعالیت بانک ها همچون گوییم که رگ‌های خانگذار اقتصادیات، حمایه آنها از دخالت ساختارهای گوناگون خصوصا در دوره جنگی و بعد جنگی به اندازه زیاد است. اگر جناب عالی سیاست معینی سازنده در همین سمت نمی بردن، ما نمیتونستیم بانک ها رو حمایه کنیم. بانک ها نمیتونستن با ساختارهای تامین کننده علاقمندی بین سوبیکت ها و بین کارخانه ها و بین اهالی باشند. ببینید همه با واسطه بانک ها داد و گریخت میکردن و امروز هم میکنند و اگر بانک ها حمایه نمیشدند آنها نمیتونستند از عهده این وظیفه برآیند. پول ملی هم
همچون واسطه معاملات، همچون نشانه دولت، همچون واسطه داد و گرفت بین مردم، کارخانه ها، تشکیلات ها، مؤسسه ها، شرکت ها و غیره و نمیتوانست استوار باشد اگر جناب عالی از اول این سمت را تحت نظارت خود نمیگرفتند. پل ملی که در منطقه گردش اعتباری کافی دارد، رمزی شایان تاجیکستان مستقل گشت و به صفت واسطه با اعتماد تنظیم اقتصادیات ترقی کننده کشور ما خدمت خواهد کرد. حالا سامانی یکی از پل‌های استوار در اتحاد دولت‌های مستقل محسوب می‌یابد که توجه دایره‌های مالیوی دولت‌های همسایه را به خود جلب کرده است. در موضع سابق اتحاد شوروی تا امروز پول به سطح این پولی که این قدر واسطه‌های حمایوی داشته باشد وجود ندارد. آب ثروت پرقیمت‌ترین سیاره ما میباشد. این منبع حیات برای تمام موجودات روی زمین از آن جمله برای آدمان است. آب زلال از کلانترین ذخیره‌های زیرزمینی آسیای مرکزی از چاهای چوبوری زیاده از 200 متر برآورده می‌شود. آب زلال آب صاف و تازه بوده در آزمایشگاه‌های اروپا و ایالات متحده آمریکا سنجیده شده است. آب زلال صفت ما سلامتی شماست.
5 زبان برنامه‌های اطلاعاتی و تطبیق سیاست خارجی. بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نمودن استحصال محصولات واریدات و استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان امکانات فراوان جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شما ذره خاک پاک وطن عزیزمان بس و عزیز و مقدس است. ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. истиқлоли давлатӣ ва озодӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ ба вуҷуд овард ва оғози марҳилаи сифатан нави таърихӣ гардид. дар зарфи 30 сол бо шарофати ташаббусҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва заҳмати софдилонаи халқ дар роҳи таъмини рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ тоҷикистони тоза истиқлол ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. гузориши хуршидаи наҷмиддин. истиқлолияти давлатӣ беназиртарин дастоварди таърих ва муқаддастарин неъмат барои мардуми шарифи тоҷик аст. имрӯз бо шарофати он дар мамлакат тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. таи солҳои соҳиби истиқлолии беш аз 182 барномаи соҳавӣ, барномаҳои стратегияи миллии рушди тоҷикистон то соли 2030 ва 2 стратегияи паст кардани сатҳи камбизотӣ ва инчунин марҳилаи сеюми онҳо нақшаи баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум таҳия гардида татбиқ шуданд. дар ин замина сатҳу сифати зиндагии сокинон ба тадриҷ боло рафта, шароити мусоид барои кору фаъолият дар мамлакат фароҳам оварда шуд. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои истиқлолияти давлатӣ суботи сиёсӣ ва амнияту осоиштагӣ имконияти васеъи рушди таъмини соҳаҳоро фароҳам овард. истиқлолият, соҳибихтиёрӣ ва касби мустақилии сиёсӣ барои ҳар як давлати муосир бисёр як арзиши муҳим аст ва махсусан дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз дастовардҳои бениҳоят таърихӣ ва муҳим беназир албатта ин истиқлолияти давлатӣ мебошад ва мо айни ҳол ки дар арафаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем, таҷрибаи давлатдории ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин айём, дар ҳамин даврон нишон дод ки ҷумҳурии тоҷикистон ба чини ба кадом муваффақиятҳо, ба кадом музаффариятҳо ноил гардидааст ва кадом самти ҳаёти ҷамъиятӣ ки набошад дар ҷумҳурии тоҷикистон албатта дар даврони истиқлолияти давлатӣ бисёр дар сатҳи баланд ба куллӣ рушд ёфт ва ба шароити рушди ҷомеаи муосир мутобиқ гардиданд. дар ин муддат амалисозии барномаҳои қабулгардида имконияти мусоидро фароҳам оварда, дар ин замина сатҳи зиндагии сокинон беҳтар гардид. сатҳи камбизотӣ то 32% коҳиш ёфт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз оғози солҳои соҳиби истиқлолӣ расидан ба 4 ҳадафи стратегиро мавриди ҳадафи асосии фаъолияти худ қарор доданд ва барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат бо аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, саноатикунонии босуръати мамлакат ҳамчунин ҳадафи 4-уми миллӣ эълон гардид. дар паёми соли 2018 пешвои миллат инчунин пешниҳод карданд ки мо бояд хоҳем ки тоҷикистон аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари саноатӣ аграрӣ табдил ёбад. мо бояд ҳадафи 4-уми миллӣ қабул кунем ва ин ҳадафи 4-уми миллӣ пешниҳод шуд дар шакли саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва дар натиҷа аллакай мо гуфта метавонем ки имрӯз 4 ҳадаф татбиқ шуда истодааст ва дар маҷмӯъ дар самти масалан бунёди роҳҳо, нақбҳо тоҷикистон дар замони истиқлол ба дастовардҳои ноил шуд ки
در 70 سال به این درجه نایل نشده بود. در سمت بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه و از جمله بزرگ مثل راغون نیست دستاوردها خیلی زیاد هستند. با قناعتمندی میتوان گفت که امروز شاهراه‌های بزرگ، انشاءات‌های گیدروانرژتیکی، نقب‌ها، مکتب و مؤسسه‌های دیگری ساحه معارف و مرکزهای فرهنگی و دیگر امکانیت‌ها در سراسر مملکت بنیاد گردیدند. اینچنین با مقصدی وسعت بخشیدن به حل مسائل‌های ذکر شده و با در نظر داشت ضرورت انکشاف انفراستراکچور دهات سال‌های 2019-2021 سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در مملکت اعلام گردید. امروز جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی 179 کشور جهان همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد اعتراف نمودند که این دلیل سیاست دوراندیشانه و پیگیرانه با همت بلند سازندگی و فرهنگ پروری و انسان دوستی و صلح آفرینی پیشوای معظم ملت رهبریت دولت معاصر تاجیکان در عرصه بین المللی می باشد. امروز هر فرد خودشناس تاجیک شکرگزار و افتخارمند از آن است که صاحب وطن آزاد و مستقل می باشد. خورشید نجمیدین، عبیدالله سیدولی، اخبار. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه حیاتی ناحیه رشت بیمارخانه زمانوی بنیاد کرده می شود. این بیمارخانه با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد ساخته می شود. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. ساختمان بینای نوی بیمارخانه دهه حیاتی ناحیه رشت اساساً در پرتو برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد جهتی عملی شدن اصلاحات ساحه تندرستی در ناحیه‌های دوردست کوهستان عملی شده ایستاده است. زیرا بینای عمل کننده بیمارخانه دهه سالهای 80 قرن گذشته بنیاد شده با افزایش شماره اهالی جماعت دهاتی هویت و یسمن برای طبابت بیماران تا اندازه شرایط‌های ضروری و نرسیدن کابینت‌های کاری و طبابتی احساس می‌گردد. بیمارخانه در دو جماعت جایگیر می‌باشد، جماعت هویت و جماعت یسمن و مردم خدمت طبی خود را رسانده شده است. شکرانه پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری میکنیم که امروز یک ساختمان نو جدید گردیده است، به نزدیکی با استفاده داده می شود و سطح صفت خدمت رسانی در بیمارخانه با خیلی بلندتر می شود. بینای بیمارخانه نو در شفت بینای عمل کننده دهه بنیاد شده ایستاده است. این دومین انشاءات ساحه تندرستی به شمار می رود که از حساب برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد در قلمرو دهات دوردست ناحیه رشت به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشرفت ساحه تندرستی بنیاد شده ایستاده است تا در آینده با فراهم آوردن شرایط‌های معاصر سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی دهات باز هم بهتر و خوبتر گردد. از همه مهم با استفاده دادن دو بینای نوی مؤسسه حفظ سلامتی در دهه حیاتی و نیمچه ناحیه رشت باعث آن خواهد شد که تا 10 نفر طبیبان صاحب کسب به کار جلب گردیده مشکلات جای داشته پورا برطرف می‌گردد. ایدگولی محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. ادامه اخبار. در شهر دوشنبه مشورت آموزشی برای روزنامه‌نگاران و دیگر کارمندان ساحه در موضوع نقش وسایط اخبار عامه در دوره بیماری کووید 19 برگزار گردید. همچنین در این روز با مقصد پیشگیری از پنجشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس در نقطه‌های خدمت رسانی کارمندان ایمونیزاسیا کرده شدند. گزارش نظرآزاده ابراهیم. در دوشنبه یک سلسله سمینارهای 3 روزه برای روزنامه‌نگاران و کارمندان خدمات مطبوعاتی وزارت تندرستی در موضوع نقش وسایط اخبار عامه در دوره کووید 19 با اشتراک طبیبان، رسانه‌های کسبی وطنی و بین‌المللی آغاز یافت. هدف ترینینگ آموزشی مذکور این بلند برداشتن مسئولیت شهروندی و کسبی روزنامه‌نگاران دایر به پیشنهاد اطلاعات دقیق سریع‌وقتی اوید به کووید 19 به جامعه میباشد. و امید دارم که طی چند روز روزنامه‌نگاران از وسایط اخبار عامه جمهوری تاجیکستان از معروضه‌های جالب و پرمضمون ترینران کسبی سطح جهانی و ملی بهره‌مند خواهند شد. چرابینی مذکور از جانب اساسیاسیون جمعیتی تندرستی تاجیکستان در دایره لایحه نقش وسایط اخبار عامه در دوره کووید 19 در جمهوری تاجیکستان که با دستگیری بانک جهانی از ماه مارس سال 2020 آغاز یافته بود برگزار گردید.
гардид. ҳадафи тренинги омӯзишии мазкур ин баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ ва касбии рӯзноманигорон доир ба пешниҳоди иттилооти дақиқу саривақтӣ оид ба COVID-19 ба ҷомеа мебошад. имрӯзҳо миёни шаҳру навоҳиҳои мамлакат маъракаи ваксинатсия бар зидди COVID-19 бо маром идома дорад. ваксина бар зидди коронавирус иқтидори эҷоди масъулияти доимӣ ба COVID-19-ро дорад. با مقصد تامین نمودن امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی اهالی مملکت، پیشگیری پنجشنبه سرایت نو کرونا ویروس در سراسر جمهوری، معرکه ایمونیزاسیا در کارخانه و اداره‌ها، طرابخانه و آشخانه‌ها جریان دارد و طبق مقررات شخصان از 18 سال بالا با استثنای زنان حامله‌دار همه طبقه‌های اهالی مرحله به مرحله ایمونیزاسیا کرده می‌شوند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود طرابخانه فراوان برای پیشگیری نمودن این بیماری سرایتی تمام کارمندان خود را برای گرفتن دوره یکم امگذارانی علاقه گذراندیم. حالا باشد مرحله دومی دوره واکسینه گذارانی ادامه دارد. از شهروندان دعوت به عمل آورده می شود که به توصیه طبیبان از استعمال موادهای داروواری و خودمالیچه خودداری کنند. طبق توصیه طبیبان ساکنان باید با نزدیکان و اطرافیان با دست سلام نکنند. با تبسم با اشاره سر یا با سخن سلام گویند. نزل‌زاده ابراهیم بهادر حسن‌زاده برای برنامه اخبار. شهر حصار اقلیم مساعد داشته از میوه و سبزیجات گوناگون بوی است و امکان کنسرو کنانی در هر یک عائله موجود است. در همین زمینه امروزها این روند با رعایت قاعده‌های بهداشتی و تجربه پیشقدم انجام داده می شود. گزارش از شهر حصار. این محصولات‌هایی که شما حالا می‌بینید برای زمستان ذخیره کردن، این میوه‌های تر تازه، سبزیجات‌های تر تازه که از زمین نزد حولگی خودمون اون داشته شده است، برای ذخیره زمستان آماده می‌سازیم. من این هنرها را برای جوانان می‌آموزم که آینده برای اینها لازم می‌شود. توصیه متخصصان را باید رعایت نمود، چون که خطاگی کوچک در انسان می‌تواند باعث گردد که این همه میوه و سبزیجاتی برای فصل زمستان ذخیره کرده شده از بین رود. امروزها که موسم جمع‌آوری میوه و سبزیجات میباشد، به عنوان هنرمند شهرنمایی‌ها تلاش می‌کنند تا از این امکانات ثمره‌ناک استفاده نمایند. در شرایط خانه آماده نمودن کنسرو نیز مخصوصیت خود را دارد. از این رو کدبانوها توصیه متخصصان را با جزئیاتش رعایت می‌نمایند. در شهر حصار این روند ادامه داشته برای ذخیره زمستان آمادگی‌ها جریان دارند. ارگانیسم انسان در همه فصل سال با میوه و سبزیجات نیاز دارد. در فصل زمستان که میوه و سبزیجات تر و تازه کاهش می‌یابند، موجود بودن میوه‌های کنسرو کننده شده این کمبودی را جبران می‌نماید. من اینجا ما در بانک‌ها گلوس، آلوچه، مرمینجان، زردآلو استفاده بردیم که برای خوش‌طعم میشد، مزه‌اش بسیار با مزه میشود. در اینجا چند نمود آماده کرده است با لذت میشود. من اینجا آلوی سیاه با سیب و انگور هم در درون این دخته شده است که مزه‌اش رو باز از اینها با دیگرتر می‌سازد و با لذت‌تر می‌شود. شهر حصار اقلیم مساعد داشته از میوه و سبزیجات گوناگون بوی است و امکان کنسرو کنانی در هر یک عائله موجود میباشد. در همین زمینه امروزها در هر یک عائله این روند با رعایت قاعده‌های بهداشتی و تجربه پیشقدم به راه مانده شده است. به گفته آلمانی صاحب برای شهروندان دانستن اصول درست کنسرو کنانی، طرز و اصول‌های نگهداری و بی‌خطری آن ضرور میباشد. زیرا اگر کنسرو کنانی و نگهداری محصولات عضوخواری از روی قاعده‌های خاص خود رعایت کرده نشود، با استعمال آن نفران زیاد میتوانند به کسلی‌های گوناگون گرفتار شوند. اصول بست و بند گرم را استفاده نموده غذای نو تیار کرده شده را داوم 2-5 دقیقه جوشانیده تیز و در حالت گرم بودنش در ظرف‌های شیشه‌گین پیش تمیز گردانیده شده جایگیر کردن مهم میباشد. همچنین دوام تیارکنی محصولات کنسروگی فشار و وقت ضروری را برای خنک نمودن آن نگه داشتن خوب است. محصولاتی در شرایط خانه کنسرو کننده شده نه زیاده از 1 سال باید نگهداری شود. در شهر باختر تعمیر جاری مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه مخصوص ادامه دارد. از رفت تعمیر صنفخانه‌ها و آمادگی به موسم نوبتی خوانش در شهر باختر همکاران ما گزارش می‌دهند. کالج طبی شهر باختر از کلانترین مؤسسه‌های میانه آماده کننده متخصصان ساحه طب جمهوری به حساب می‌رود. هر قدر در سطح ضروری آماده کردن طبیبان و همشیره‌های شوکت آینده به مستحکم بودن بازه ماده تکنیکی کالج طبی و فراهم بودن شرایط معاصر علم آموزی وابستگی دارد. در دوران صاحب استقلالی کشور بناهای تعلیمی کالج طبی شهر باختر به طور زمانوی از تعمیر برآورده شده برای صاحب کسب گردیدن دکتران
سالان آینده تمام دستگاه و تجهیزات فراهم آورده شده همکاری آموزگاران با بیمارخانه کلینیکی به نام بوری واحدوفی ولایت ختلان باز هم قوی‌تر می‌گردد. طور مسئولین کالج طبی در صحبت ابراز داشتند آمادگی به روز دانش در سطح بلند به راه مانده شده تمام صنفخانه‌ها و راهرو و خوابگاه کالج به طور معاصر تعمیر کرده شده است. ما با پورگی بینای ошонаҳои якум ва дуюми бинои ду ошонаҳои якуми ва дуюми бинои серо бо пуррагӣ аз таъмири капиталӣ баровардем. боми ош бинои ду ва боми бинои се пуррагӣ иваз карда шуд. در لیسه کسبی تکنیکی شهری بختر نیز کارهای تعمیر و تجدید ادامه دارد. طور مسئولین مؤسسه هنرآموزی اظهار داشتند آنها با دستگیری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی قسمی از استخوان‌های تعلیمی را از نوسازی کرده بناهای تعلیمی را نیز از تعمیر اساسی می‌برانند. لیسه کسبی تکنیکی شهر بختر دانشجویان را به هنرآموزی فرا گرفته صاحب کسب و هنرهای جوابگو و طلبات بازار مهنت را آماده می‌کند. امروز در مؤسسه دولتی تعلیم لیسه کسبی تکنیکی شهر بختر علاقه صنفخانه‌ها با آماده به سال خوانش رفته ایستاده چیزی که در یک جایگی دیدیم علاقه تعمیر فرا گرفته شده است که در اطراف مؤسسه زبان‌ها و صنفخانه‌های تعلیمی استخوان‌ها علاقه قریب که از تعمیر برآورده شده علاقه خوابگاه ما و صنفخانه‌ها از تعمیر به رگی میبره. در مؤسسه تعلیمی رقم 11 شهر بختر اطلاع دادند که برای تعمیر بنای اساسی و همه صنفخانه‌های مؤسسه مبلغ‌های جدا شده ریاست مالیه شهر بختر دسترس کرده شدند. در بهتر نمودن فضای علم آموزی دستگیری پدر و مادران خوب به نظر می‌رسد. کمیته والدین در شهر بختر برای آماده کردن دبستان‌های فرزندانشان برای سال خوانش نوبتی کمک خویش را دریغ نمی‌دارند. همین گونه امکانیت موجب گردید که در اکثر تعلیمگاه‌های شهر بختر بیشتر از 90% صنفخانه‌ها تعمیر جاری کرده شدند. مؤسسه تحصیلات منای عمومی رقم 11 از 38 صنفخانه عبارت است که 90% صنفخانه‌ها علاقه از تعمیر برآورده شدند و چخیلی که شما من دیده استودای تعمیر ادامه دارد در مؤسسه. ما از تیرزه‌های پلاستیکی دسترس نموده قسمت تیرزه‌های مؤسسه رو با پلاستیکی عوض کردیم و نیت داریم که در سالهای نزدیک باز قسمت دیگری تیرزه ها رو با پلاستیکی عوض نماییم. راهها علاقه تازه و آزاده کرده شده است. ادامه اخبار در شهر دوشنبه دوری نهایی مسابقه فوتبال خرد بین دسته‌های مردانه مؤسسه‌های زیرتابی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مسابقه 23 دسته بین هم رقابت نموده مقام اول نصیب فوتبالبازان مرکز ملی طبی شفابخش گردید. گزارش خبرنگاران ما. 15مین مسابقه فوتبال خرد که همساله در بین کارمندان مؤسسه‌های تندرستی گزارنده می‌شود جنببست گردید. مسابقه مذکور با تشبث وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در بین کارمندان ساحه طب بخشیده به روز کارمندان طب جمهوری تاجیکستان گزارنده می‌شود. از بین 23 دسته فوتبالبازان مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش مقام اول را اشغال نمودند. هر سال بخشیده به روز کسبی تایبون مسابقه فوتبال خرد بین کماندهای وزارت تندرستی می‌گذرد و البته امروز ما به نهایت خرسند هستیم که دسته شفابخش در این مسابقه جای یکم رو اشغال نمودیم و پیش از همه تشکر میکنم با وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان برای آماده نمودن چنین شورابینی ورزشی و همه وقت حرکت میکنیم که جای ما مرکز شفابخش نه تنها در ساحه طبابت بلکه در ساحه ورزش بالا باشد. فوتبالبازان مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش از آن شدند که سزاوار جام، مدال و تحفه‌های خاطره‌ای گردیدند. ما همه بازی‌ها را با غالبیت انجام پذیردیم. امروز فینال با دسته شهرک طبی گذرانده شد. ما طبیبان مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش بر حساب 1-0 غالب آمدیم و صاحب جایزه و جام مسابقه گردیدیم. در جنبش مسابقه فوتبال خرد داوران دارای درجه جمهوری بهترین دروازه‌بان، بهترین فوتبالباز، بهترین ضربه‌زن و سابقه‌دار فوتبال را معین نموده با مدال و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی نمودند. محمد مومینزاده، مقصد اخبار.
бинандаҳои азизу арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. Тансияту хонобод бошед.